روزه نیمروز خیلی عالی شده. اوضاع داریم. آره. هنوز یه هفته با این همورم. یادت ببینید چه شکلی بود؟ من الان دیدم یادم اومد. خیلی خوب شده. اصلا از تو اتاق عمل من خودم فهمیدم خوب شده. چند نفر اومدن اونجا گفتم کدوم دکتر عملش کرد؟ چون اونجا بستری بود دیگه تا بخوام بیان عملش کنن. این اومدن نگاه کردن یکی می‌خواست بکشه عمل بکنه اون دخترها بیان خیلی عالی. خب شما مامانش بودی ترمیمی پیش ما عمل کردی. الان باید بگی خواهرشم. هرچند که این 19 سالش بود. اگه تو هم مثلا 40 ساله بود الان نسبت میشه 19 ساله. اون 19 ساله ها رو دیگه نمیتونیم بکنیم 2 ساله. من یا نه مهندسه. مهندسه تو چه احساسی داری؟ خیلی خوب شده. مبارکت باشه. مبارکت باشه. خیلی عالی شده.